و مریم ترسید و گفت اگر مردی پرهیزکاری و از خدا می ترسی به من آزاری نرسان. گفت از من نترس مریم، من جبرئیل فرستاده پروردگار توام تا پسری پاکیزه به تو عطا کنم. مریم گفت چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که تا کنون شویی نداشتم که مرا لمس کند و من پلیدکار نبودم. گفت پروردگار تو چنین است، فرموده این بر من آسان است. خداوند هرچه بخواهد می آفریند و چون چیزی را اراده کند می فرماید باش، پس می شود. بشارت باد بر تو کلمه‌ای از جانب خدا که نامش مسیح عیسی ابن مریم است و در دنیا و آخرت آبرومند است و از مقربین درگاه خداست.